ایران. هوشا لور جاکش رقاصه. گوش کن آبرو لور شریف نبر. من در دفتر هیئت کوهنوردان تهران خیابان فردوسی رو اندازی کردم. نگاه کنید. منم چند تا اونقدر گفتمه، اونقدر دارم. اگه بخوام بگم فکر کنم یه برنامه فقط برای این قضایا بذارم. سال 88 کسی که زندانم با سند بیرونم از زندان اوین، کسی که خامنه ای رو به دعوت به مناظره تلویزیونی دعوت میکنه، هوشا لور جاکش. منم لور رقاص. منم بهرام آبتین. من هم رویایی دارم. مطلبم هست تو پیام دانشجو، نشریه دانشجوهای اون هنگام آقای تبرزدی چاپش کرده. منم او کسی که به احمدی نژاد قضیه توهینی که به بختیاریان میکنه تو روزنامه ایران جلوشی میگیره، کمینگاه دشمن. مطلب منه. منم روزنامه ایران رو به گوه خوردن میندازم. روزنامه نهاد جمهوری اسلامی در یه سفری که به چهارمحال بختیاری کرده بود یه مطلب نوشته بودن که بختیاری ها اصالت ایرانی ندارن.